گونه‌ای که رسول اکرم پرسیدند من اکیس الناس من اکرم الناس، زیرکترین مردم کی است؟ کی است؟ از همه زیرک، از همه چقان، از همه هوشیار کی است ای پیغمبر خدا؟ و کی است از همه دیدن مکرمترین انسان در نزد خدا کیست؟ رسول اکرم چی گفت؟ گفتن من یذکر الموت، کسی که زیاد ذکر میکند موت را، کسی که بسیار به یاد خود میارد موت را، و اشدهم استعدادا له، و از همه زیرکترین، از همه هوشیارترین بنده همونی است که اولا دائما در یاد مرگ است و دوم این که برای روز مرگش فقط توشه ذخیرت میکند، فقط جمع میکند عبادت، کارهای نیک جمع میکند تا که او یقین میداند که روز از روزها این دنیا را البته میگذرد. افسوس بخوریم دیگر فایده ما نمیکند. مرده در وقت غسل با غسال گوید این حرف با زبان حال. وقتی مرده را میگه بالای همون تخته در راست میکنن برای شستن، همون مرده میگه یک صدای دارد که صدای او را انسان نمیشنود، لیکن او چی میگوید؟ مرده در وقت غسل با غسال گوید این حرف با زبان حال. بود مثل تو تر و تازه، قوت داشتم به اندازه، همراه جسم بود جان من، مدت گفتم این و وان من. در محلی که کردم و گفتم بود فکرم عیالم و جفتم، تا که گشتم خراب و بیچاره، ناتوان حال زرد رخساره. حضرت میگد به سوی همون غسال همین گپا را میگفت است که ای غسال من هم مثل تو تر و تازه بودم، من هم مثل تو قوت داشتم، مثل تو حرکت کننده بودم. هر دمی که میخیستم و مینشستم فرزندها و زن و فرزندهام در یاد من بود. حتی چنان مهنت زحمت برای من فرزند کودکام کردم که این چهره زردی که از من میبینی همه این برای فرزند زن است. مهنت ها میکردم، لکن امروز چیکار کنم که مرگ بالای من آمد و مرا برای شستن آماده کردن. من خود دیگه غیرتی ندارم که بدن خود بشم. میروم برای زیمو باریک، در دوام میگفته است میروم برای زیمو باریک، میدرایم به خانه تاریک. البته راه میرم که خیلی راهی باریک است، خانه داخل میشم که هیچ روشنی ندارد. روشنی گور چی است؟ قرائت قرآن است. روشنی گور چی است؟ نمازی با جماعت است. روشنی گور چی است؟ ترس خدا است. میروم برای زیمو باریک، میدرایم به خانه تاریک. این همه در مقام میماند، سر تنهام میفرستاند. همه آن چیزایی که من در دنیا ذخیره کردم، همه آن چیزایی را که من توپ کرده جمع کردم، همه این در مقام میماند، سر تنها میفرستاند، سر تنهای مرا میفرستاند. در دوام گفت آنچه بگذشت وقتی جان دادن، شرح آن را خدای داند من. آن چیزی که وقتی جان دادن من گذشت، این را بجز خدا و بجز من دیگر هیچ وصف کردنش ناممکن است. آنچه بگذشت وقتی جان دادن، شرح آن را خدای داند من. بعد از این عقوبه هاست پی در پی، می ندانم چی بگذرد در وی. بعد این جان دادن من میدانم که چند عقوبه های دیگر، عذاب گور است، سوال منکر و نکیر است، گذشتن پول صراط است، دادن نامه